من مقدس دوستماتov جانشین رئیس فوند Oltin میراث جمهوری ازبکستان. قبلا من از تاجیکستان در این جمهوری من کار میکنم همچون جانشین رئیس جمهوری فوند ما جمهوری. اما در همون فوند ما یک ریاست یعنی طبیبان و ادیبان تحت رهبری استاد ملا ظهور طاهری تشکیل کرده شد. من همون راهبری همین اساسیاسیا هستید و دائم مردم جمع میکنید، دعوت میکنید. تشکیل کارهای تشکیلی با همون خیلی ما استاد ملا ظهور طاهری با ما یاردم کرده، کمک کرده میستیم. من دو سخن درباره کتاب اناتولی ایوانویچ آگای همون سخن کردنی دستریتون این کتاب اناتولی ایوانویچ درباره یک فرد کریس گپ میزند. این در حقیقت بسیار همون روزهای دشواری، روزهای ناعدالتی را دیدم، همین را در کتاب خود همون ثبت کرده است. این کس همین در کتاب خود درباره یک عائله تقدیر یک عائله کریس که از کره دپارتاسیا شد و با آسیا مرکزی با جمهوری ازبکستان با وقت دپارتاسیا با بسیار همون اعضای همین عائله همین کس همون فوتی در وقت دپارتاسیا. بعد اون کس همون نوابسته همون از دشواری روزگار، همون گرسنگی، کم بزاعتی نوابسته همین این کس همون حرکت کرده، همون غیرت کرده، همون در کیف خواندن. کیف همون جمهوری اوکراین خواندن، همون شعبه صنعت و ساختمان را همون تمام کرده. بعد تاشکند گشته آمدن. اون کس را همون راهبر جمهوری ازبکستان آن وقت همون شرف رشیدوف با جزخ فرستاندن. اون کس همون گفتم ممکن که اون کس همین جزخ را خانه های همون خیلی زمانوی، همین خیلی تمام شنم کامفورت خانه ها ساختن. همین کس بسیار خدمتشان همون رسید با مملکت ازبکستان. ولی متاسفانه در آخران وقتا در وقت شورا کمی همون نافهمی شد. اون کس همون ولایت با بسیار همون نفت آوردن از روسیه، همین خیلی با همون با چشمی کاردان همون تدبیرکاری ثابت کاری کردن. زندگی دوران خیلی عبور کردن. خیلی عبور کردن ازبکستان. حاضر در نفقه کتاب نویسی و مشغول آدمای تربیت کردن. سلامت